میدونستی یه طایفه لر هست که از نبرد با تیمور لنگ تا جزایر خلیج فارس پراکنده شد و امروز از سیستان تا بختیاری و حتی بحرین رد پاش دیده میشه؟ طایفه رهدار شاخه ای از 4 لنگ کیانرسی بختیاریه. روایت ها میگن بعد از نبرد با تیمور لنگ پراکنده شدند. بخشی از اونها به جنوب رفتند. در جنگ های دریایی و پاسداری از متصرفات خلیج فارس نقش داشتند. حتی گفته میشه گروه‌هایی در جزایری مثل بحرین و جرون قدیم موندگار شدند. امروز رهدارها رو میشه در مسجد سلیمان، شوشتر، اهواز و رامهرز دید. در بوشهر و فارس و در سیستان، مخصوصاً زابل و منطقه پشت آب. جد بزرگشون حسین خان بخشی مسئول امنیت راههای تجاری بین سیستان و هرات بوده و شاید همین مأموریت‌های راهبانی دلیل نام رهدار باشه. با گذر قرنها و فاصله‌های جغرافیایی، رهدارها دوباره همدیگر رو پیدا کردند. از خوزستان تا سیستان روابط تازه‌ای شکل گرفته و امیدی برای همدلی دوباره. اگه به